بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستای گرامی و مسلمانای محترم، در این تحقیق و درس خود انشالله در مورد ازی که دعوای غیر مقلدین به ای هست، اونا فقط صرفا دلیل قرآن و حدیث را میدانند. بعد از او هر چیزی که نبی اکرم سید عالم علیه السلام ما را به اتباع و تقلید او امر کرده باشه، بر دعوای از اونها رد خواهد بود. ما از عمومات احادیث محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم استدلال می داشته باشیم در مورد رد دعوای وهابی ها. در وقت استدلال سوق دلیل به دو طریق می باشه. یکی که ما دعوای خود را ثابت می کنیم و گاهن هم به این شکل می باشه که دعوای جانب مقابل را رد می کنیم و باطلش می سازیم. بنابراین این استدلالاتی که فعلا ما می کنیم در صدد ازی هستیم که دعوای جناح مقابل که با ما غیر مقلدین هستند او را رد می کنیم. دعوایشان را چه دعوا دارن که ما جز قرآن و حدیث چیز دیگری را نمی پذیریم. یعنی اهل حدیث دو اصول داره، قرآن و سنت رسول. ماورای سنت رسول اگر قول صحابی باشه، قول ابوبکر و عمر و عثمان و علی رضی الله عنهم، اینا را هیچ ارزشی قائل نیستن و اینا نمیپذیرن. وقتی که رسول ما در ذخیره احادیث پیامبر علیه السلام اینطور یک امری را پیدا بکنیم که پیامبر علیه السلام ما را امر کرده به اقتدا به یکی از صحابه و قبول قول یکی از صحابه، بناهن در این صورت دعوای از اونها باطل و مردود می شود. این مستدرک امام حاکم است به دست ما. مستدرک امام حاکم مجلد 4 است، صفحه 380، حدیث 5445 است. اخبرنا ابوالفضل الحسن بن یعقوب بن یوسف العدل. در اینجا سند حدیث است ای که پیامبر علیه السلام در حق عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه چه می فرماید. نبی اکرم علیه السلام برای عبدالله ابن مسعود می گوید که تکلم، سخن بگو. او حمد خدا را در قدم اول ادا می کنه و بعد از او پیامبر علیه السلام را درود بالایش میگه و بعد میگه که رضینا بالله ربا و بالاسلام دینا و رضیت لكم ما رضی الله و رسوله. اینطور قول میکنه. بعد فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم، پیامبر علیه السلام برایش چی میگه؟ رضیت لكم ما رضی لكم ابن ام عبد، راضی استم ما برای شما ای صحابه به آن چیزی که راضی است برای شما ابن ام عبد که همانا عبدالله ابن مسعود است. این یک صفت بسیار بزرگ در حق عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه از جانب پیامبر علیه السلام است. امی دلیل است چون که وقتی ابن مسعود رضی الله عنه به عراق رفت، امام ابو حنیفه اکثر اقوال فقهش مرتب و مستندش دلایل عبدالله ابن مسعود، اگر مسئله رفع الیدین است یا اکثر مسائل دیگر، خود در اکثریتش استنادات مذهب سیدنا امام ابو حنیفه رحمه الله احادیثی که نقل از ابن مسعود رضی الله تعالی عنه شده او هست. بنابراین در اینجا ما را پیامبر علیه السلام، رضای پیامبر علیه السلام در آن چیزی است که ابن مسعود رضی الله عنه به او راضی بوده باشه. این مستدرک امام حاکم بود و به دست دارم کتاب سنن دارمی هست، مجلد اول صفحه 64 است. در اینجا احادیث را نقل میکنه، مثلا حدیث 165 که به اجتهاد دلالت تام داره. اخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن حريث بن زهير عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال اتى علينا زمان، میگه آمده بر ما یک زمانی که لسنا نقضی و لسنا هنالک
و ان الله قد قدر من الامر ان قد بلغنا ما ترون فمن عرض له القضاء. خب منظوری که با کسی که اگر قضا عرض میشه بعد از امروز فلیقضی فیه بما فی کتاب الله، فیصله بکنه به آن چیزی که در کتاب خدا هست. فان جاء ما لیس فی کتاب الله، اگر اینطور یک امری هم آمد که او در کتاب خدا نبود، یعنی از این چه معلوم میشه که اوامری هم وجود داره که عقل ما قاصر است که او را از کتاب خداوند جل و علا یعنی قرآن عظیم الشان بیرون بکنیم. میگه او چیزی که در کتاب خدا نبود فلیقضی بما قضا به رسول الله علیه السلام، پس فیصله بکنین با او چیزی که پیامبر علیه السلام فیصله کرده، که با سنت فیصله بکنین. خب فان جاء ما لیس فی کتاب الله، اگر در حدیث پیامبرم نبود علیه السلام ولم یقضی و قضا نکرده بود به این مسئله پیامبر علیه السلام، فلیقضی بما قضا به الصالحون، فیصله بکنین با آن چیزی که فیصله کرده صالحا. صالحین فقهای کرام اینا با چیزی که فیصله بکنن شما به مو فیصله بکنین، یعنی فتوای اونها را نقل کنین و فتوا بتین. عین تقلید فقها را ثابت میکنه این حدیث. چرا؟ ما وقتی که در قرآن عظیم الشان یک امر را دریافت نکردیم، در حدیث پیامبر علیه السلام دریافت نکردیم، بناهن به قضای صالحون هر او چیزی که او صالحین فیصله کرده باشه به مو فیصله بکنیم. امام ابو حنیفه، امام شافعی، احمد بن حنبل، امام مالک رحمت الله علیهم رحمتا واسعتا، اینها از جمله صالحین هستند. فیصله که اونا بکنه ما به مو فیصله میکنیم و این تقلید است و قبول قول غیر است بلا حجه و بلا دلیل. بنان این سنن دارمی و این قول ابن مسعود، و ابن مسعود هم کسی است که پیامبر علیه السلام فرمود که رضیت لکم ما رضی لکم ابن ام عبد، من راضی هستم به آنی که برای شما ابن مسعود به او چیز راضی باشه رضی الله عنه. ابن مسعود برای ما فیصله کرد که به او چیز شما فیصله کنین که صالحین فیصله کرده باشه. بناهن بنیاد دعوای غیر مقلدین و وهابی ها ختم شد که اونا چنین دعوا داشتن که گویا ماورای قول پیامبر علیه السلام و قول الله تبارک و تعالی چیزی وجود نداره و بعد از او فیصله باید نشوه، در حالی که عبدالله ابن مسعود صحابی جلیل القدر عزیز وجود در نزد پیامبر علیه السلام چی میگه؟ که میگه با قضای صالحین فیصله بکنین شما. حدیث دیگری را به می منوال روایت کرده، هر او چیزی که ببینین از عمر بن خطاب رضی الله عنه به شریح نامه نوشته میکنه. عمر بن الخطاب به شریح نامه نوشته میکنه قاضی است، ان جاءک شیء فی کتاب الله، اگر یک امری به نزد تو عرض شد که در کتاب خدا بود فقضی بهی به مو فیصله کو، ولا یلتفت عنه الرجال، تو را ملتفت نسازه از او اشخاص دیگر. فان جاءک ما لیس فی کتاب الله، اگر یک امری برای تو آمد که در کتاب الله تبارک و تعالی نبود، ولم یکن فی سنت رسول الله علیه السلام، و در سنت فانظر بی سنت پیامبر علیه السلام باز به او فیصله کو. اگر یک امری آمد که در کتاب خدا و در سنت پیامبر علیه السلام نبود، فانظر مجتمع علیه الناس، پس بی به او چیزی که اجماع کرده باشه مردم به او فیصله بکو. فخذ به او قول بگی و به مو فیصله بکو. ببین دوستای عزیز، با قولی که علما به او فیصله کرده باشه، ناس به او جمع شده باشه، بناهن به او شما فیصله بکنین. عمر ابن الخطاب به شریح چنین میگه، نمیگه که شرک است و کفر است، نمیگه که اگر غیر از قرآن و حدیث امری نبود معطل نمیگذاره امور را. اگر ما اینطور بگوییم چیزی که یک مسئله حادث و جدیدی که نو پیدا میشه در قرآن دریافت نتانیم، در حدیث پیامبر علیه السلام در منبع حدیث دریافت نتانیم، پس ما مجبور میشیم که به فیصله مجتهدین مراجعه کنیم. چرا؟ امام بخاری با حفظی که داشت 6 لک یا 6.5 لک حدیث به حفظ داشت. شما صحیح بخاری را ببینین
چند هزار حدیث محدود جمع کرده. این قدار ششلک حدیث کجا برد؟ امام قتاده 10 لک حدیث حفظ داشت، یک کتاب از او باقی نمانده. کجا برد؟ با می اشکال هر یکی از جمله علما احادیث بیشتری یاد داشت، اما در کتب برای ما به طور محدود کتاب حدیث جمع کرده. بناهن او حدیث همه رفته در منبع حدیث. ما اگر یافته بتانیم به او فیصله. بناهن ای عمر ابن الخطاب است برای شریح رضی الله عنهما ای قول را میکنه که تو با خودت به رأی مردم یا به او چیزی که ناس به او جمع شده. حدیث دیگری را نقل میکنه که امی مسئله را میگه اگر در سنت پیامبر علیه السلام نبود با اویی که اجمع المسلمون فإن لم يكن فی مجتمع علیه المسلمون فاجتهد رأیک، پس اجتهاد بر رأی خود بکو. خو اینال سوال پیدا میشه، یا کسی که قاضی و مفتی هست او اجتهاد بر رأی خود میکنه، فیصله را حل میکنه، و کسی دیگری که قبولی فیصله از این قاضی را میکنه او مقلد میشه و این مقلد میشه. بناهن مقلد قول از این قاضی را قبول کرد، از این مفتی را قبول کرد. بناهن تعریف تقلید صادق میگه که قبول قول الغیر بلا حجه ولا دلیل یا اتباع الانسان غیره فيما یقول و یفعل. او آمد اتباع از این قاضی را کرد. بناهن این همه جایز هست و روا هست در اموری که ما معلوم کردیم در اول که منسوسی نباشه. در اینطور مسائل اگر منسوسی هم باشه تعارض داشته باشه و توفیق ضرورت داشته باشه، بناهن در او ضرورت تقلید هست. دوستان مقطع خیلی ها دراز نشوه، انشالله بازم استدلالات می داشته باشیم. تصاویر کتب را برایتان روان می کنم در تلگرام و واتساپ. جزاکم الله خیرا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.